از کجا شروع کنم؟ مشکلات زندگی هست. حالا چجوری باهاشون روبرو بشیم؟ تموم هم نمیشه. شاید بشه که مشکلات رو تقسیم بندی کرد. یه سری مشکلات عمقی تر هستن، یه سری مشکلات سطحی تر هستن، یه سری مشکلات سطحی ترن ولی ذهن رو بیشتر درگیر میکنن. من فکر میکنم که الان توی این مرحله کاری که دوست دارم انجام بدم این است که بیام و به مشکلاتی که دارم پرایوریتی بدم. ببینم آقا کدوم مشکلات اولویتشون بیشتر هستش و اول باید روی اونها تمرکز بشه. همونجور که توی کتاب Seven Habits of Highly Influenced People میگه یکی از مهمترین قسمت‌های زندگی این است که اره‌مون رو تیز کنیم. تیز کردن اره یعنی کارایی بکنیم که ما رو توی اون اهدافی که داریم راحت‌تر جلو ببره. اگه اره‌مون کند باشه و می‌خوایم درخت رو بیاریم پایین، این درخت پایین نمیاد با اره کند، یا توی یه روز با اره کند 2 تا درخت میاری پایین. شاید اگر اره تیز باشه 10 تا درخت رو بیاری پایین. حالا اره تیز کردن چی هست؟ اره تیز کردن این است که آقا تو از نظر روانی و از نظر فیزیکی احساس خوبی به خودت داشته باشی. احساس خوبی بکنی. فیزیک سالم و روان سالم. mental health and emotional health. اینا به نظر مهمترین قسمت هایی هستش که اگر توی زندگی خیلی رو به روال نباشه، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دیگه مثل مشکلات مالی، مثل مشکلات ارتباطات اجتماعی، مثل مشکلات کار، خانواده، اینها سخت‌تر میشه که باهاشون دست پنجه نرم کرد. سخت‌تر میشه باهاشون با یه قدرت بیشتری نزدیک شد و حلشون کرد. پس امروز به عنوان روز اولی که این ویدیو رو دارم میذارم که هدفم از گذاشتن این ویدیو این است که ببینم خودم الان کجا هستم، سال دیگه کجام، 10 سال دیگه کجام. شاید تا 10 سال دیگه وقتی این ویدیو رو میبینم این آگاهی رو داشته باشم که آقا از کجا شروع کردم و چه کارهایی رو درست انجام دادم و چه کارهایی رو میتونستم بهتر انجام بدم یا با شکل متفاوت تری انجام بدم. همین. ممنون. خداحافظ.